این عجیب ترین اظهار روح جهانه. فرناز میخواد با 2 تا مداد و یه برگه یه بازی شیطانی رو انجام بده. اون یه روح که اسم چالیه رو صدا میزنه. برای بار اول روح جوابی نمیده، ولی برای بار دوم مداد خود به خود حرکت میکنه به سمت کلمه یس. فرناز که ریده به خودش میخواد سوالشو بپرسه، ولی میبینی یه چیزی کنار زیر پتوه. اون فکر میکنه روح هست، ولی نه، برادر تخم جنشه. فرناز حالا برادرشو بیرون میکنه و دوباره شروع میکنه. اون اسم چارلی رو صدا میزنه و بهش میگه آیا من قرار امتحانمو پاس شم؟ و چارلی مداد و سمت کلمه نو میچرخونه. بهش میگه قراره در آینده آدم پولداری بشم. روح مداد و دوباره سمت کلمه نو میچرخونه. حالا دختر ازش میپرسه آیا تو روح خوبی هستی؟ و چارلی دوباره بهش میگه نه. فرناز که میفهمه آبم قطعه میخواد به بازی ادامه نده، ولی روح بهش میگه بیابان. حالا ناگهان در اتاق باز میشه و یه پسر بچه بیرون اتاق وایساده. فرنازش میپرسه تو برادرمی؟ و چارلی بهش علامت نو رو نشون میده.